فریدریش ویلیام مولر ملقب به یوجین ساندو یا اوگن ساندو در سال 1925 میلادی در شهر کونیکسبرگ کشور پروس یا کالینینگراد آلمان امروزی متولد میشه. او در سن 19 سالگی زادگاهش رو با هدف به نمایش گذاشتن قدرت و عضلات زیبای خود ترک میکنه تا به کشورهای اروپایی سفر کنه و هنر و ژنتیک زیبای خودش رو به معرض نمایش بگذاره. او از اولین کسانی بود که بدنسازی رو به عنوان یک هنر معرفی کرد. ساندو بعداً تبعیت کشور بریتانیا رو میگیره. او در سالن‌های نمایش لندن، مخصوصاً سالن رویال آلبرت هال، برنامه‌هایی از قبیل بلند کردن وزنه‌های سنگین و خم کردن میله‌های فلزی اجرا می‌کرد. فیگورهای عضلانی به سبک مجسمه‌های یونانی می‌گرفت. نمایش‌های شبیه به تئاتر و سیرک با محوریت زیبایی و قدرت بدنی برگزار می‌کرد. او در سال 1897 اولین باشگاه بدنسازی مدرن جهان را تأسیس کرد. کتاب بدنسازی نوشت و تجهیزات بدنسازی تولید کرد تا بالاخره مورد توجه خاندان سلطنتی قرار گرفت. در سال 1901 او اولین مسابقه رسمی بدنسازی جهان را در شهر لندن برگزار کرد که با حضور هزاران نفر و چندین داور از جمله خودش همراه شد. او اولین کسی بود که عضلات بدن را نه تنها به نشانه قدرت بلکه به عنوان هنر و زیبایی تبلیغ کرد. تا اینکه یک روز در سال 1923 ساندو وقتی میبینه اتومبیلی در گودال گیر کرده تصمیم میگیره به او کمک کنه، اما بر اثر فشار زیاد رگ‌های خونی ساندو دچار آسیب دیدگی میشه و 2 سال پس از این ماجرا دچار سکته قلبی میشه و از دنیا میره و پیکرش رو در مزارستان پاتنی شهر لندن به خاک میسپارن. اما همسرش اجازه نمیداد تا سنگ قبری برای او تعبیه بشه، تا اینکه یکی از هواداران بدنسازی در سال 2002 با اجازه دولت محلی یک سنگ قبر و مجسمه کوچکی برای قبر او تعبیه میکنه. جو ویدر بنیانگذار مسابقات مستر المپیا تصمیم گرفت تا جایزه‌ای طراحی کنه که هم شأن تاریخی داشته باشه و هم ارزش نمادین تا به بهترین بدنساز جهان اهدا بشه. پس در سال 1965 مجسمه ساندو طراحی میشه و اولین دارنده این تندیس کسی نبود جز لری اسکات و تا به امروز که 60 سال از این موضوع میگذره هنوز هم به قهرمانان مستر المپیا این تندیس اهدا میشه و یکی از دارندگان این تندیس کسی نیست جز هادی چوپان.